سلام ورز ادب، امیدوار هستم که حال هموطنهای ما خوب باشد در هر کجایی که هستند. در این قسمت در خدمتتان هستم با ادامه آموزشات. در این ویدیو میخوایم در رابطه با تشخیص دادن روند، انواع ترید ها، انواع پوزیشن ها، خرید و فروش و غیره صحبت کنیم. خب، من ازتان تشکر میکنم بابت از اینکه به وقتتان ارزش قائل هستید و آموزشات را دنبال میکنید. یک قدم پیشرفت کنید، یک قدم زیادتر، یک کمی زیادتر یاد بگیرید، خیلی خوب است. هر روز اگر شما یادگیری داشته باشید قطعا خیلی روز به روز پیشرفت میکنید انشالله. عزیزان، برعکس حالا سرمایه گذاری، شاید شما عزیزانی که با بازارهای مالی زیاد آشنایی نداشته باشید، حالا برعکس سرمایه گذاری، خرید و فروش اسپات، مثلا شما اگر کم و توم با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، شاید مثلا خیلی جاها خیلی وقتا دیده باشید یا شنیده باشید. مثلا شما میید اگر یک جای سرمایه گذاری میکنید، یک ارزی را میخرید، مثلا شما نگهدارنده از او ارز هستید. مثلا من مثال میزنم بیت کوین. شما مثلا من 5000 بیت کوین میخرید و صبر میکنید تا $5000 بیت کوینی که خریدید، هر وقت ارزش بیت کوین بالا رفت، مثلا شما بیت کوین را مثلا با قیمت $80000 آمریکایی خریدید، من $5000 میخرید و منتظر از این میمانید تا بیت کوین قیمتش رشد کنه، یعنی قیمتش بره بالا و زمان شما فایده میکنید. اما در ترید عزیزان همچنین دیدگاهی را ما و شما نمیتونیم داشته باشیم، بلکه در ترید شما هم میتونید معاملات بای داشته باشید، هم معاملات سل. ای به چی معناست؟ یعنی شما میتونید هم خریدار باشید هم فروشنده، یعنی با پایین آمدن قیمت شما میتونید کسب درآمد کنید و همچنین با بالا رفتن قیمت هم میتونید کسب درآمد کنید. اصلا فرقی نمیکنه. حالا برعکس اونجاست که شما مثلا اسپات سرمایه گذاری کرده بودید، یک جایی یک کوین، یک ارزی، حالا یک چیزی را خریده بودید و انتظار داشتید که قیمت از او بالا بره، قیمتش رشد کنه تا شما فایده کسب کنید یا کسب درآمد کنید. عزیزان، در ترید هم وقتی یک قیمتی پایین میاد شما میتونید کسب درآمد کنید، هم وقتی یک قیمتی بالا میره میتونید شما کسب درآمد کنید. خب، اگر شما توجه داشته باشید، من از شما تشکر میکنم. در ابتدای ویدیو لازم است خدمتتان عرض کنم که برای وقتتان ارزش قائل هستید و آموزشات را دنبال میکنید. عزیزان، کلمه انگلیسی بای به معنای خرید هست. من و شما داخل تریدینگ هم پوزیشن های بای داریم هم سل. بای به معنای خرید، سل به معنای فروش. خب، حالا ما و شما میتونیم اینجا از یک کلمه دیگه استفاده کنیم که شاید معمولا شما عزیزان همراهش آشنا باشید. پوزیشن بای یا معامله بای. همچنین در ترید ما و شما میتونیم پوزیشن لانگ یعنی صدا کنیم، یعنی پوزیشن لانگ میگیریم یعنی پوزیشن بای میگیریم. هر دوتاش یک چیزی است، اصلا هیچ فرقی هم نداره. اینجا پوزیشن سل یا همون پوزیشن فروش. ما و شما پوزیشن شورت هم یاد میکنیم. یعنی هر وقت شما جای شنیدید عزیزان، آموزشات من خیلی ساده تشریح میکنم، به امید از که عزیزانی که مبتدی هستند کاملا متوجه شوند. سل به معنای فروش است، پوزیشن شورت یا پوزیشن سل، پوزیشن بای یا پوزیشن لانگ. یعنی پوزیشن بای وقتی قیمتی بالا میره شما کسب درآمد میکنید. مثلا یک جای شما ورود میکنید، مثلا یک جای قیمت $3000 است، مثلا یک ارز است، یک حالا هر چیزی که است. اگر قیمت به $3100 برسه و شما در نقطه $3000 پوزیشن بای یا لانگ باز کرده باشید، اینجا شما کسب درآمد میکنید. خب، حالا با چه حجمی، با چه لیوریجی و خلاصه با چه سرمایه، چه مقدار سرمایه، بعضی چیزا بعضی آموزشات هم میرسیم. فعلا برای از اینا زود است. من فقط برایتان چیزایی که در حد مبتدی هستن و برای عزیزانی، آموزشات برای عزیزانی است که میخواین از صفر شروع کنن. انشالله روز به روز پیشرفت میکنیم، آموزشات هم پیشرفت میکنه. خب، در ابتدا نیاز است که شما همچنین مواردی را آموزش ببینید. خب، پس گفتیم شما با بالا رفتن قیمت وقتی اگر پوزیشن بای یا پوزیشن لانگ گرفته باشید شما کسب درآمد میکنید، فایده میکنید. پوزیشن سل یا پوزیشن فروش یا همون پوزیشن های شورت، وقتی یک جایی مثلا قیمت $3000 بود، من اینجا هم خدمتتان عرض میکنم فرض کنین $3000 است عزیزان. قیمت اگر بیای برسه به $2900، مثال اگر شما یک جای قیمت یک ارز، یک جفت ارز، حالا مثلا طلا ترید میکنید، بیت کوین ترید میکنید، هر چیزی، هر معامله‌ای که دارید، هر پوزیشنی که دارید، فرض کنید نقطه ورود شما یا جای ورود شما $3000 است. وقتی قیمت به $2900 برسه شما کسب درآمد میکنید.
پس الان امیدوار هستم که شما عزیزان فرق پوزیشن سیل، پوزیشن بای و همچنین لانگ و شورت را متوجه شده باشید. میریم عزیزان، در قسمت قبلی ما و شما در رابطه با تریدینگ ویو با هم دیگه صحبت کردیم. شما چطور میتونید از ابزارهایی که در تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال شما در اختیار دارید، چطور میتونید از این ابزارها استفاده کنید. در رابطه با تمام از اینا ما و شما صحبت کرده بودیم در ویدیوی قبلی. الان مثلا عزیزان ما چارت طلا را مشاهده میکنیم. چارت طلا را باز داریم اینجا. تایم فریم 4 ساعت است. ما از تایم فریم 4 ساعت الان استفاده میکنیم. شما قبل از هر تریدی عزیزان، قبل از هر تحلیلی، شما باید بتانید روند را تشخیص بدهید. چه نوع روندهایی داریم؟ ما یا روند صعودی داریم یا روند نزولی. صعودی یعنی چی است؟ یعنی یک جای قیمت کاملا صعودی بوده، یعنی قیمت از پایین به طرف بالا حرکت کرده. این ساده ترین توضیح است که من میتونم در رابطه با روند ساده ترین توضیح است که میتونم خدمتتان عرض کنم، خدمتتان تقدیم کنم. و یک جایی هم حالا ما میگیم روند نزولی است. به چه معنا؟ یعنی یک جای قیمت از بالا به طرف پایین آمده، یعنی قیمت ریزش کرده. این خلاصه دو کلمه فارسی است که هم عزیزان قطعا متوجه میشن و هیچ مشکلی به نظر من در این موضوع نیست و نخواهد بود. ولی همانطور که الان اینجا مثلا شما مشاهده میکنید، میخوایم با هم دیگر روند کار کنیم. شما از ترند لاین استفاده کرده میتونید برای تشخیص دادن روند. ترند لاین کدام بود عزیزان؟ در قسمت بعدی من خدمتتان عرض کردم. مثال اینجا وقتی شما میبینید تایم فریم 4 ساعت است، میبینید که اگر حالا مثلا یک کمی چارتتان دورتر کنید، یعنی زومش کمتر کنید، شما میبینید که اینجا یک روندی نزولی هست. حالا مثلا روند طلا اینجا نزولی بوده. شما میتونید از ابزارهایی که تریدینگ ویو در اختیارتان قرار داده، میتونید از این ابزارها برای انجام دادن تحلیلتان استفاده کنید. حالا من خطا زیاد صاف اینجا نمیکشم. شما میتونید اگر دوست داشتید برای شروعتان میتونید صافتر اینجا خطا را رسم کنید، یعنی تمرین کنید، روندهایتان را تشخیص بدین که آیا کجا شما یک روند صعودی دیدید، کجا یک روند نزولی شده، کجا قیمت از یک نقطه حرکت کرده، از کجا یک روند صعودی شروع شده و از کجا یک روند نزولی شروع شده. اینا بسیار مهم هستند برای شروع. حالا برای شروع خیلی خوب هستند که شما بتونید روندتان را تشخیص بدین. در آینده مثال اگر شما بخواید پوزیشن لانگ باز کنید یا پوزیشن بای بگیرید، ترید های بای باز کنید، ترید های لانگ باز کنید، نمیشه که شما مثال بیایید در یک روند نزولی که یک جای قیمت ریزش میکنه شما پوزیشن بای باز کنید. شما باید اونجا پوزیشن سیل یا شورت باز کنید. البته خیلی هم ربط داره به استراتژی معاملاتیتان، شما چطور ترید میکنید چیزا. فعلا این موضوعاتی که من الان اینجا عرض میکنم خدمتتان یک کمی پیچیده هستند. خلاصه وارد این موضوعات پیچیده نمیشه ما شما. اینجا هم عزیزان همانطور که شما مشاهده میکنید، ولی همانطور که الان در تایم فریم 4 ساعت مشاهده میکنید، از یک جای به بعد دیگه حالا روند مثلا نزولی نبوده. مثلا اینجایی را که من الان برایتان علامت میزنم عزیزان، از اینجا به بعد دیگه روند طلا صعودی شده. همانطور که میبینید قیمت از یک جای به بعد از پایین به طرف بالا حرکت کرده. خب ما میایم این گوشه دست چپ این بالا مثلا تایم فریم 15 دقیقه رو ما و شما انتخاب میکنیم. اینجا میخوایم مثلا روندها را تشخیص بدیم که آیا مثلا کجا روند نزولی بوده، کجا روند صعودی بوده. شما میتونید با ماوس کامپیوترتان اگر از کامپیوتر یا لپتاپ استفاده میکنید و همچنین اگر از تلفن همراهتان از موبایلتان استفاده میکنید، میتونید زومتان یک کمی دور کنید، تایم فریم هایتان هم میتونید تغییر بدین، هیچ کدام مشکلی نخواهد بود. مثال اگر شما تایم فریم هایتان را تغییر بدین، در ویدیو قبلی هم خدمتتان عرض کردم که هر تایم فریم رو انتخاب میکنید توجه داشته باشید. الان مثلا من الان تایم فریم 15 دقیقه رو انتخاب کردم. هر کندل اینجا برای ما به معنای 15 دقیقه است، یعنی از جایی که باز شده تا جایی که بسته شده معنای 15 دقیقه رو برای ما و شما داره. مثال من اینجا چند تا علامت میزنم، کندل شماره 1، کندل شماره 2 و تک تک از این کندل ها رو که میبینید عزیزان هر کدامش در 15 دقیقه باز شده، در 15 دقیقه بعد از گذشت 15 دقیقه بسته شده. این از تایم فریم فقط یک یادآوری کردم که شما عزیزان متوجهش شده باشید و همچنین امیدوار هستم که فراموش نکرده باشید، چون خیلی از عزیزان هستن در آینده وقتی که
ترید آموزش میبینن یا یک استراتژی آموزش میبینن، کلا یک دوره آموزشی را میبینن، کلا امکان داره یک سری از مسائل همیشه فراموش کنن. اگر شما تمرین و تکرار کنید قطعا این اتفاق رخ نخواهد داد. ما الان تایم فریم 15 دقیقه را انتخاب کردیم عزیزان. مثال میبینید من الان اینجا فقط همراه چیز برایتان رسم میکنم. میبینید که از اینجا تا اینجا مثلا روند صعودی بوده، بعد اینجا به ماوس کامپیوتر دقت کنید اینجا روند نزولی شده، از دوباره یک حرکت حالا آهسته داشتیم به طرف بالا. میبینید عزیزان اینجا قیمت بالا و پایین رفته، خرید و فروشات اینجا جریان داشته، بعد از اون میبینید از یک جای به بعد بازم روند صعودی شده. خب حالا مثال عزیزان، اگر شما اینجا عزیزان وارد معامله لانگ یا معامله بای می شدید، قیمت الان به اینجا رسیده، شما کسب درآمد می کردید، فایده می کردید. خب عزیزان شما هر ترید رو که اگر بخواید باز کنید، البته الان به نظر من زود است که در رابطه با باز کردن معامله، بسته کردن معامله، چگونگی باز کردن و این چیزا صحبت کنیم، خیلی زود است الان، ولی کاملا میخوایم از همین اول با هم دیگه با قدرت و با انگیزه شروع کنیم، با اطلاعات بیشتر صحبت کنیم و در لابلای آموزشات من بعضی وقتا نکاتی را خدمتتان عرض میکنم که ربط میتونه داشته باشه به آینده شما، که حالا مثلا انشالله روزی هم اگر رسید خواستید استراتژی های معاملاتی داشته باشید، آموزشاتان بیشتر باشه و پیشرفت کنید، انشالله میتونید از تک تک از این نکات حتی دو روزام شما میتونید استفاده کنید. خب عزیزان امیدوار هستم که تشخیص دادن روند برای شما تا اینجای کار کمی واضح شده باشم. آموزشات زیاد طولانی نمی کنیم. میبینید از اینجا تا اینجا حالا یک روندی صعودی شده، بعد از او از دوباره ریزش ما و شما داشتیم. اینجا مثلا اگر شما وارد پوزیشن شورت می شدید میتونستید تا اینجا که قیمت ریزش کرده کسب درآمد کنید. در قسمت های بعدی حتما همراه ما باشید چون زیادتر در رابطه با آموزشات صحبت میکنیم. میبینید از یک جایی به بعد کلا مثلا روند نزولی بوده، شما میتونید از ترند لاین یا خط روند استفاده کنید برای تشخیص دادن روندتان. فاز رنج هم عزیزان ما و شما داریم که قیمت بعض وقتا زیاد حرکتی نداره، رنج میزنه. اینجایی که ما برایتان میبینید اینجا قیمت جمع شده، یک جایی تجمع، مثلا اینجا قیمت تجمع داره، یک جایی مثلا زیاد حرکت های قدرتمند ما و شما ندیدیم، یک روند صعودی نداریم، یک روند نزولی نداریم. و همچنین محدودایی میگن محدودای رنج، یعنی قیمت اونجا رنج میزنه و حرکت زیاد خاصی نداره. مثلا ریزش ها و صعود های مثلا بیشتر یا سنگین تر، مثال ریزش های سنگین تر شما همیشه میتونید مشاهده کنید. اینجا مثلا از اینجا تا اینجا عزیزان میبینید کاملا روند صعودی بوده، بعد از او آمدن نزولی شده عزیزان. اینطوری شما میتونید در تحلیلایتان روندتان تشخیص بدین. امیدوار هستم که قسمت هم برای شما مفید بوده باشه، کمتون آشناییتان بیشتر شده باشه. در قسمت های بعدی آموزشات جدیدتر میاین. امیدوار هستم که از تک تک از اینا استفاده کنید و روز به روز یک قدم پیشرفت کنید و هر روز یک کلمه شما جدیدتر آموزش ببینید و یاد بگیرید. تا قسمت بعدی همگیتان به خداوند پاک میسپارم.